سلام بچه‌ها. چطورید؟ آقا خوش اومدید به ویدیو پرسش سوال از بچه‌ها و خودمون. سریع ویدیو رو شروع کنیم. غذا گرفتیم سس. آره. غذا گرفتیم گوشتمون سریع. الان کوف کنیم. الان سس من کوف. یا سس. خب بریم. بخور. نه دار. به ویدیو ابوالزیلا خوش اومدید. سوال اول از بچه‌ها از رضا شروع می‌کنیم. کراش سلبریتی کیه؟ اورونو ملکا دیوتی. جدی باش. اورونو واقعا. اسمش چیه؟ بازیگر خارجی. فیلم همشیدی. این بازیگر 17 سالشی چی بود؟ الان میره سوئیس. نه سرن کاراجا. چی؟ فقط just a best میلی بابی براون. کراش چه تاثیری داشت؟ کراش ماشینی. کراش ماشینی راست میگه. ناموسن؟ دیدم. آرمین کراش سلبریتی کیه؟ زن یا من؟ زن فرق نداره. مرتی زن دیگه. کراش ماشین میلی بابی براون. اونجا البته نه تو گوه میخوری چرا شدون باشه. بابا سوال بعدی. رضا بزرگترین سوتیش جلوی بقیه دادی چی بوده؟ برام تعریف کن. توهمه مرغ سلامون. آرمین تو بگو بزرگترین سوتی که داده چی بوده؟ تو تلویزیون داشتم سوپر میدیدم. یه ویدیو میدیدم تو یوتیوب بود. این ویدیو بذار بگم ویدیو کیوری پای رو میدیدم. کی هست؟ من همینجور مشغول ویدیو دیدنش بودم. یهو اصلا حواسم نبود مامان بابام اومده بودن. یهو دیدم منم مشغول. یهو من در رو باز کردم. دیدم همشون نشستن دارن تلویزیون میبینن که من چی میبینم. بله خلاصه همین. یه سوتی چیزی میخوای؟ اگه مجبور باشی یکی از دوستات رو برای یک ماه بلاک کنی کیه؟ ابوالفضل. آرمین تو کی؟ ابوالفضل. نه ابوالفضل نه، من نظر عوض کنم. چیز نه همتون رو دوست دارم. برازه باشم واکنش رو 3 ماه محمد رو بلاک کردم. من رضا رو بلاک کردم. نه من رضا بلاک نکردم. تو من بلاک کردم. منم تو رو بلاک کردم. گو خوردی. از بین دوستات به کی بیشتر اعتماد داری؟ بگو از بین ابوالفضل. تو کی؟ اگه مجبور باشی بین دوستات به کی بیشتر اعتماد میکنی؟ از بین دوستات از من میپرسی؟ آره. ابوالزیلا. یس. آرمین تو کی؟ 20% آقای ابوالفضل. بقیه‌اش اون 80%ش کیه؟ 80% خودم. نه 80% نه. به اجنای داخل خودم. 5% رضا. 0.5% میمونه آقای خاکی. این ولی میتونستی یکی از خاطرات پاک کنی. چه خاطری بود که بود؟ سیسنگال با ریحانه. آقایون جناب خانم نبی. آخ من چه کارم؟ حاجی من خاطره‌ای که مثلا بد باشه خیلی دارم. من نالم. یه بار یادته بهت چیز پیام داده بودم بیا خونم یا حضرت عباس.
من نبودم. یادته بعد ما خیلی بچه بودیم، یعنی مثلا فکر کنم مثلا 10 سال پیش خیلی کوچیک بودیم. بعد من با گوشی مامانم پیام دادم، این قضیه مال 7 سال پیشه. بعد من با گوشی مامانم به این پیام دادم، ما خودم گوشی نداشتم. بیا خودم نبریم. بعد مامان این برداشت گوشی رو دید. 19 به قرآن خیلی وقت پیش. واسه من نبودم. داستان این خیلی خوبه. واو. بعد حاجی محمد رضا بهم زنگ زد، با شما گفت این چیه پیام دادی؟ مامانم دیده. زار زندگیمو شاید الان فکر کنید شوخیه، ولی دوستان من شاهد اول این داستانم. راست میگه. شاید چی خودت بودی؟ خاطره من عبازمون بگه برای کوتاه. هیچ وقت عضو کانال شرارتگاه نمی‌شدم. من خاطرم کوتاه، همتونم میدونین چی. شاید این ندونه ولی شما میدونید. بدترینش که میخوای حذفش کنی یعنی آبرو برتری. آجه زود اولین باری که چشمم به چشم هستی افتاد. هستی دیدم مستی شوی خستی. سنه بین دوستات کی از همه رو مختاره؟ خودم. معلومه دیگه. خودت. نه بین از دوستات. هیچ کدوم رو مختار نیستن جدا. این فقط گیر میکنه بعدم میاد. آرمین رو میگم. هممون اوکی، ولی فردا دیگه زنگ نمیزنیم. کی از همه بیشتر احتمال داره که مثلا از یکی پول قرض بگیره و پس نده؟ 15 تومن منو ندادی هنوز. 2000 تومن بیشتر طلب داشتم میگرفتم. این 200 تومن معاوضت بده نداده. آروم بخور. من جان آروم. من فشار اومده. کی از همه بیشتر ادای آدمای خفن در میاره؟ محمد رضا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی زندگی من کجا دارم؟ این من نه این چی؟ اگه بخوای به یکی از دوستان یه لقب بدی چیه؟ حوله منحرفه بدتر از ژاپن تو عالمه. ها؟ باش درسته. من میخوام من یه دونه نلم نداشتم بس حولم. دختر بهش نگاه میکنه شب خوابش نمیبره. آقا من میخوام به یکی لقب بدم، به ابوالزیلا لقب میدم. کی از همه سر قرارا دیر میرسه؟ قرار دیت؟ نه سر یه جایی که میخوایم بریم همیشه دیر میرسه. آرمین من کار زندگی نیستی 3 ساعت وایستاده بودیم که بیا سر اینجا ویدیو ضبط کنیم. الو سلام آن جانم. هیچی داریم غذا میخوریم ویدیو هم ضبط میکنیم. من خوشم میاد وقتی داری ظرفا رو میشوری، بیام بزنم تو بگم که پسر جون پر میکنن. نه فلافلی دکه داره. آره ماشه خداست. خب کجا بودیم دوستان؟ بگم آرمین جاشو بگم کی بیشتر از من What the fuck is that؟ اگه مجبور باشی بین شهرت و پول زیاد کدوم انتخاب میکنی؟ مرگ. شهوت هیچ داشت فقط خودت. بابا خفه شید ویدیو خانوادگی کس کم داره محمد زن میخواد، محمد همه رو با هم میخواد، محمد کار میخواد. بین مشهوریت و پول زیاد کدوم انتخاب میکنی؟ پول دارم. بین شهرت و پول. شهرت. من پول چرا با پول میتونم شهرتم به دست شما خوبین؟ این درسا رو کجا خوندی؟ داشتی پول داشته باشی کسی نمیکنه. تو برنده ای. پول داشته باشی ادب و احترام نداشته باشی چی؟ اون که ذاتیه داداش به شهرت نیست، ذاتت خوب اون چه ذاتیه نداشته باشی شهرت هم نداری داشت من. همه بس مر توی چی نگو اصلا. اگه میتونستی به 5 سال پیش خودت برگردی چه جمله میگفتی؟ اینقدر دیوانه نمیشدم. آدم میشدم. آدم هستم. من که میگفتم هنوزم هیچ گل شدی.
کلا یک سال دارم یوتیوب ویدیو میذارم 100 تا ویدیو گذاشتم هنوز 200 نفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهی بایدم اگه میتونستی به 5 سال پیشت برگردی یه جمله بگی چی میگفتی؟ بگو آرمین. یه ساعت آرمین داره فکر میکنه. همین رو که میره ادامه بده چون واقعا به جای میرسه. چیزی هست که وانمود کنی برات مهم نیست ولی در واقع خیلی مهمه برات. دختر. بگو محمد. نمیدونم. تو 5 تا داری خواهشاً دختر نگو. 5 تا نیست یکی اولا. برای شوخی داشتم میگفتم. اون دوست دختر کی بود 100% ویدیو رو میبینه چی بود؟ اسم دوست دخترش چی بود؟ آیناز خانم. ان شاء الله که سعی سالم باشن. بگو. خانواده. اگه فقط یک نفر از دوستاتو بتونی تا آخر عمر نگهداری چی رو انتخاب میکنی؟ حجاب خارس. یه چیز میگم گوش کنید. ما 4 تا همه یکیم. برو بلند شو تخم سگ. نگو میدم بگو. اگه فقط یک نفر از دوستاتو بتونی تا آخر عمر نگهداری کی رو انتخاب میکنی؟ از هر لحاظ فکر میکنم نمیشه رضا. منم خیلی سخته. بگو من اولویتم. همه ما پولم. منم والا رضا. تو خواهشاً جدی باشه ابوالفضل. چیزی که دوست داری از خود در خودت تغییر بدی چیه؟ من تو زندگیم احتیاط رو رعایت کنم. فراموش کردم. ذهنم. چرا سس ماستی داره جواب میده؟ میگه اول سوسماستی جواب میده. خب آقا سوالمون تموم شد. سوال زیاد بود ولی اینا منم حوصله ندارم. همش برای فانه. در واقع هممون دختر. جان حاجی این ویدیو یعنی فقط بوق. آقا مرسی که ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. جزو برای بچه گودزیلا بشید. در آینده میخوام کار خفنی بکنیم. ان شاءالله کار خفن تری میکنیم. چیزهای بزرگتری میشیم و من همیشه به این راه هم ادامه خواهم داد و تلاشمو میکنم که به یه چیزی برسم و امیدوارم که مخاطبای خودم هم پیدا کنم. خداحافظی.